تلویزیون اینترنتی مستضعفین. مهمترین اشکالاتی که این قراردادهای جدید داره توجه نکردن به جایگاه نفت در نظام اقتصادی کشور. این قرارداد از دیدگاه من در واقع یک بازگشت به گذشته است، یعنی بازگشت به وضعیت قبل از ملی شدن نفت. شرکت‌های نفتی بین‌المللی دیگه حضور بسیار طولانی مدت دارن، چنانکه قبل از مصدق هم همینطور بود و بعد از مصدق هم همینطور شد. کاملا برمیگردیم به دوره قبل از انقلاب. به هر حال در جمهوری اسلامی ایران انقلابی شده. اگر نظرتون باشه بعد از انقلاب خب ما غرامت‌هایی رو دادیم به شرکت‌های نفتی و خیلی خوشحال بودیم که اونها رفتن و گفتیم صنعت نفت به معنی واقعی ملی شده و صنعت نفت دست نیروهای ایرانی است. ولی الان این شرکت‌های نفتی هستند و طولانی مدت خواهند بود. آنچه که ما از دستگاه نفت و سیاستگزاران نفتی کشور می‌بینیم یک پیام بسیار مایوس کننده ای داره و اون اینه که ما نمیتوانیم، باید حتما شرکت‌های خارجی بیان یه کاری بکنن. این دیدگاه اساساً با دیدگاه اقتصاد مقاومتی سازگاری نداره. خب این ویژگی‌ها در شأن اون جنبه‌های انقلابی انقلاب اسلامی نیست که به هر حال قرار بر این بود شرکت‌های نفتی اگر هم باشن برای ارائه خدمات فنی باشن و نه برای اینکه در واقع حضور 30 ساله داشته باشه. یعنی 30 سال یعنی عمر مفید یک مخزن. بنابراین از نظر من بزرگترین اشکالی که میتونیم برای این قراردادها بگیریم بازگشت به گذشته است و من نگران اینم که در آینده تاریخ از ما سوال کنه که چطور شد در این مقطع از انقلاب اسلامی ارزش‌های انقلابی در حوزه نفت و قراردادهای نفتی به دست فراموشی گذاشته شد و مجدداً شرکت‌های نفتی بین‌المللی آمدند و مقدرات صنعت نفت کشور رو تا حد بسیار زیادی به دست گرفتند. به کانال تلگرامی مستضعفین بپیوندید.